بهترین کنسرت زندگیمو تو دبی دادم با مهراد. شسته رفته 1700 نفر کیپ، 1 ساعت و 50 دقیقه برنامه، 18 تا آهنگ، 11 12 تاشو من توش بودم، مهرادم 17 تاشو بود. خیلی همه چی خوب. دبی من یه مشکلی پیش اومد و اینا، آمدن دوباره برگشت آمریکا. من موندم ایران، یعنی برگشتم ایران و اینا. یه ماهی صحبت نکردیم اینا. این داستان روسیه به خاطر این بود که این مسئله رفته و تو مخم و اونجا من همش داشتم تلفن حرف میزدم ساعتهای عجیب غریب و اینا که این رابطه رو برگردونم و خیلی آدم به هم ریخته بودم، خواب کم، مصرف همه چی خیلی زیاد، یه گروهی که نمیشناسم، شهر جدید، همه اینا دست به دست هم داد که اون شب من اصلا رو پا بند نبودم. بعد چون اعتماد به نفس زیاد گرفته بودم از کنسرت دبی، فکر کردم که آهنگا رو من خواب باشم هم میتونم بخونم. البته بهت بگم یه سری آدمای مریض مثل این رامین نیکو دوست من که واینره، این میگه اگه میدونستم این کارو میکنی من $10,000 میدادم بیام اونجا ببینم شو، یعنی این فریک شو، وگرنه مثلا درست بخونین اینا رو که 100 بار دیدن همه. اینه با اون کلا گنده رفتی اونجا عربده میکشی، شکمه افتاده بیرون، اصلا معلوم نیست چیه، یارو انگار نخوابیده 3-4 روزه، یعنی گفت این زیر بغلم راجع به آره سوراخ و فلان اصلا ندیدم، یعنی اصلا یک چیز افتضاحی اونجا. یعنی اومده بودیم بعدش اصلا علیرضا جی مونده بود، اصلا قیافه اینا رو استیج میبینی اینا موندن، کپ کردن اصلا، یعنی این همونه نکنه رباته، یعنی چی شده اصلا.